روز بخیر. به صدای سکوت خوش اومدین. مدیتیشن صبحگاهی رو شروع می کنیم. یک جای آروم دراز بکش و یا بنشین، هر جور که راحتی همونطور باش. چشم ها رو ببند. این لحظه برای توه، برای اینکه روزت رو با انرژی، انگیزه و ذهنی روشن شروع کنی. امروز یک فرصت تازه است، پر از امکان، پر از فرصت هایی که منتظر تو هستن. حالا یک نفس عمیق بکش و با دم هوای تازه رو وارد بدنت کن. با بازدم هر گونه تنش یا نگرانی رو رها کن. یک بار دیگه با دم احساس کن که انرژی جدیدی وارد وجودت میشه و با بازدم هر چیزی که به اون نیاز نداری رو رها کن. همینطور ادامه بده. هر دم تو رو زنده تر میکنه و هر بازدم تو رو سبکتر میکنه. تو اینجا هستی و آماده برای شروع یک روز جدید. حالا تصور کن که یک نور طلایی در بالای سرت ظاهر میشه. این نور گرم، درخشان و پر انرژیه. به آرومی وارد بدنت میشه و به ذهن تو روشنایی میبخشه. و افکار تو رو شفافتر و قدرتمند میکنه.
این نور از گردنت پایین میاد. قلبت رو پر از انگیزه و عشق به زندگی میکنه. دستهات رو پر از قدرت عمل و حرکت میکنه. و پاهات رو پر از استواری برای پیش رفتن در مسیرت میکنه. حالا تمام بدنت سرشار از این انرژی طلایی شده. تو آماده‌ای که روزت رو با انگیزه، شجاعت و اعتماد به نفس شروع کنی. حالا این جملات رو به ذهن خودت تکرار کن یا فقط بهش گوش کن. امروز یک فرصت تازه است. من پر از انرژی و انگیزم. من توانایی رسیدن به اهدافم رو دارم. هر چالشی که امروز پیش بیاد اون رو با قدرت و آرامش مدیریت می کنم. من آمادم که بهترین نسخه از خودم باشم. اجازه بده این جملات در عمق وجودت نفوذ کنن. حس کن که با هر تکرار قوی‌تر و با انرژی تر میشی. حالا کم کم آگاهیت رو به بدنت بیار. احساس کن که چقدر پر انرژی و آماده ای. به آرومی انگشت‌های دست و پا رو به حرکت در بیار. و هر وقت که آماده بودی چشمات رو باز کن.
حالا آماده‌ای که روزت رو با آرامش و انرژی خوب شروع کنی.